امشب در برنامه نوروزی تختگاز تمام چهره‌های BBC و مجریان از سراسر دنیا در برنامه امشب ما هستند و در یک مسابقه اتومبیل رانی شرکت می‌کنم. از پیشاور پاکستان و سلام، من کسری ناجی. از کابل من داوود قاریزاده با یک موتر از اینجا با حرکت می‌کنم و من هم به همراه او جمال‌الدین موسوی هستم و در استودیوی به عبارت دیگر و من هم عنایت فاری در استودیوی به عبارت دیگر به هر حال به شما می‌پیوندم. سلام، و من پونه قدوسی هستم و یک ماشین شیک پیک عالی به شما وصل میشم و در برنامه 60 دقیقه با سلام، من مهدی پرپنچی با یک وانت و من صادق صبا از محله گلسار رشت با یک اتومبیل ساخت رشت و همه به شما ملحق میشن. مهدی پرپنچی برای ما تعریف بکنید که شما اولین باری که یادتون میاد ادای کسی رو در آوردین تقلیدش کردین تو چه سنی بودش؟ واکنشا چی بود؟ خانواده، فامیل نمیگفتن بیا ادا اینو در بیا، ادا اینو در بیا؟ به من میگن که در 5 سالگی اولین بار تقلید کردم، ولی من خودم یادم نیست، ولی در 10 سالگی نوارش موجود هستش که من تقلید فامیلا رو میکردم و بعد از اون در 14 سالگی در شهر مهاباد من که اولین بار تلویزیون برقرار شد، من یک شو تلویزیونی داشتم که هنرپیشه‌های سینما و تلویزیون رو تقلید می‌کردم. بعد از اونم که به هر حال بازیگر حرفه‌ای شدم و درسش رو خوندم، اینها هر وقت تقلید می‌کنم خب از فن بازیگری استفاده می‌کنم. دلم خواست نواری که تو 10 سالگی ضبط کردیم می‌بودین اینجا پخش می‌کردیم ببینیم چی بود. یادم نبود، من انتظار نداشتم وگرنه می‌آوردم. متشکرم از شما شافعی. به افتخار ایشون خیلی ممنون.